سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. امروز یک تجربه از فشار مایعات با کثافت‌های متفاوت که مطابق سویه صنف 7 می باشه انجام داده و از روش تحقیقاتی استفاده میکنیم. روشی که شاگردان را وادار میسازد تا خودشان مشاهده، بررسی و تحقیق کنند و برشان کمک میکند تا موضوع را عمیق‌تر درک کرده و در ذهنشان ماندگار شود. وسایل مورد نیاز: 3 عدد تیوبی یا مانند هم اندازه، ظرف درجه دار، روغن مایع، آب، نمک و خطکش. روش تحقیقاتی که مرحله به مرحله انجام میشه، در مرحله اول ما فعالیت را توضیح داده و یک تجربه را جهت مشاهده انجام میتیم. در ابتدا باید بدانیم که حل شدن نمک در آب باعث افزایش کثافت آب شده و فشار داخلی آب را بالا میبرد. ما در اینجا 2 تیوبی مانند را گرفته در یکی آن به اندازه 20 میلی لیتر محلول اشباع شده نمک را انداخته و روی آن به اندازه 20 میلی لیتر روغن علاوه میکنیم و تیوب دوم را همچنان به اندازه 20 میلی لیتر آب معمولی انداخته و روی آن به اندازه 20 میلی لیتر روغن علاوه میکنیم و در نهایت ما تفاوت ستون محلول نمک، آب معمولی و روغن را مشاهده میکنیم. حالا مرحله دوم که برای تولید انگیزه و ایجاد ایده هاست، ما پرسش های را مطرح میکنیم. مثلا شما چی مشاهده کردید؟ فرضیه شما چیست؟ و یا چی فکر میکنید؟ بعد از اینکه به شاگردان وقت میتیم، ما نظریات و فرضیه های آنها را جمع آوری کرده و یادداشت میکنیم و در نهایت انتظار میرود که شاگردان فرضیه تراکم یا کثافت را مطرح کنند. در مرحله سوم ما تجربه را طراحی کرده و کنترل میکنیم. شاگردان را مثلا به 3 گروه تقسیم میکنیم و از گروه اول میخواهیم که یک تیوبی یا مانند را در نظر بگیره و یک محلول مشبوع از نمک را تهیه کنه، طوری که 36 گرم نمک را در 100 میلی لیتر آب حل کنه و از این به اندازه 20 میلی لیتر را گرفته در تیوب بندازه و روی آن به اندازه 20 میلی لیتر روغن علاوه کنه. از گروه دوم میخواهیم که یک محلول رقیق‌تر تهیه کنه، طوری که 20 گرم نمک را در 100 میلی لیتر آب حل کنه و از این 20 میلی لیتر را گرفته در تیوب بندازه و روی آن به اندازه 20 میلی لیتر روغن علاوه کنه. و گروه سوم به اندازه 20 میلی لیتر آب معمولی را گرفته در تیوب بندازه و روی آن به اندازه 20 میلی لیتر روغن علاوه کنه. هر گروه تفاوت ستون مایع را اندازه گرفته و یادداشت کنند. در مرحله چهارم تحلیل و نتیجه گیری میکنیم. شاگردان نتایج اندازه‌گیری های تجربیشان را با فرضیه های اولیشان مقایسه میکنند. در اینجا گروه اول میبینند که به دلیل غلظت بالای نمک و کثافت زیاد محلول مشبوع، بیشترین اختلاف ارتفاع به وجود آمده و ستون روغن در بالاترین سطح قرار میگیرد. گروه دوم میبینند که با میانه رو بودن کثافت محلول، اختلاف ارتفاع ستون ها نیز در حالت بینابین، یعنی بیشتر از آب معمولی و کمتر از محلول مشبوع قرار میگیرد. گروه سوم از اینکه آب معمولی کثافت کمتری نسبت به محلول نمک دارد و کمترین اختلاف ارتفاع بین ستون آب و روغن به وجود میآید. مرحله پنجم مرحله تثبیت و انتقال است. ما توضیح میتیم طوری که در تجربه دیده شد، فشار داخلی مایعات به 3 عامل عمده بستگی دارد: به قوه وزن مایع، به ارتفاع مایع و به کثافت مایع. حل شدن نمک در آب در حقیقت باعث افزایش کثافت آب شده و فشار داخلی آب بالا میره. تجربه را که ما در اینجا انجام دادیم
نتایج عملی ما با رابطه پاسکال که پی مساوی است بر روی ضرب جی ضرب اچ مطابقت پیدا میکنه و در اینجا پی فشار مایعات را نشان میده، جی قوی وزن مایعات، اچ ارتفاع مایع و رو کثافت مایع را نشان میده. واحد فشار در سیستم بین المللی پاسکال بوده یا همان نیوتن بر متر مربع.